جوانای عزیز در هر گوشه دنیا که هستید، در اروپا، در آمریکا، صدای منو میشنوید. این صدای یک دوسته، یک برادره که شما رو دوست داره. خواهرم در هر کجا که هستید، در آسیا، در آفریقا، در اروپا، در آمریکا، در ایران عزیزمون، شیعه و سنی، خدا مال همه است. شکر خدا بکنید که خدا مال یک قشر خاصی نیست، مال شیخا و آخوندا نیست، فقط خدا مال همه است. خدا مال لاتام هست. همون لات هم بنده خداست، همون بی‌حجاب هم بنده خداست. نباید ناامید بشه. وقتش رسیده که آشتی بکنیم با الله. برادران و خواهران افغانی عزیزم که در کشور دوست داشتنی افغانستان صدای برادرشون رو میشنوم، برادر و خواهرای عزیزم که و دوست داشتنی هم که در کشور تاجیکستان، این کشور عزیز و دوست داشتنیمون که واقعا دوستشون داریم، میزبانان خیلی خوبی بودن، ما 10 روز مهمانشون بودیم با ستار، واقعا حال و هوایی داشتن. برادران ازبکستانیمون، برادرانمون تو روسیه و هر کجای دنیا که هستن، امروز فضای مجازی واقعا نعمت بزرگیه. من راحت میتونم با برادرها و خواهرانم به زبانهای مختلف در هر کجای دنیا صحبت بکنم. دوستتون داریم، احبکم فی الله. میخوام که بدرخشید، میخوام که هم خداتون رو پیدا بکنید، هم خودتون رو پیدا بکنید. فرصت خیلی کمه، عمر ما کوتاهه، با غفلت کوتاهترش نکنیم. عمرمون خیلی کوتاهه، با غفلت کوتاهترش نکنیم.